بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم آمین. سلام هموطنای عزیزم، هم نفسای یاد خدا، شیعیان و عاشقان و محبان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و ارادتمندان به حضرت صدیقه طاهره زهره ازهر زهرای اطهر سلام الله علیها و هم نفسهای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که انتخاب شما یاد خداست. امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره. اینجا در ضمن مکان مقدسی هست که به نام امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد علیهم السلام هست که با 5 واسطه فرزند امام هفتممون هستند در شهر مقدس قم. ما نایب الوزیر شما هستیم انشاءالله به حق از زهرا. خیلی زود شما زائر این مکان مقدس باشید. بعد از زیارت عزیز نازنینی که برای ما عطربوی حضرت فاطمه سلام الله علیها رو دارن در مملکتمون و در شهر مقدس قم، یعنی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این ششمین و به تعبیری آخرین برنامه هستش که ما محضر حاجی سبویی عزیز و نازنین هستیم و این نوبت هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خیلی ممنونم از بابتی که بازم زحمت که شما متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در این برنامه، در جلساتی که گذشت و برنامه جاری، از محضر پرفیض قرآن و مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام بیشتر استفاده کنیم ان شاء الله. خب خیلی ممنونم. عرضم حضور شما که اگر مقدور باشه آقا جون، ما 5 جلسه گذشته رو یه جمع‌بندی به صورت یک بسته ویژه توی این برنامه داشته باشیم. ممکنه خیلی از بیننده هامون 5 برنامه قبل رو خیلی دقیق ندیده باشن و از اونجایی که بحثای شما هم تدبری و انسجام و در همتنیدگی مهمه، به نظرم اون انسجام و در همتنیدگی این 5 جلسه رو ما تو این جلسه داشته باشیم و بعد به اون نتیجه نهایی که اصلا از مقصدمون از طرح این بحث بود هم توی این جلسه برسیم و مفصل از شما بشنویم. به امید حق ان شاء الله. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یه معرفی از زمین سوره صف داشته باشم تا بعد برسیم به اون نتیجه گیری. بفهم. ابتدا آیه 1 بود که تسبیح بود. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی خدا، ذات پاک خدا از هر عیب و نقص و نیازی منزه، به هیچ کس و هیچ چیز نیازی نداره. و گفتیم این مقدمه برای این بود که به ما بگه اگر شما رو دعوت به جهاد میکنم، دعوت میکنم از مال و جانتون در راه من بگذارید، یا اگر دعوتتون میکنم بیاید من رو یاری کنید، بدونید من نیازی نداشتم و عیب و نقصی رو از خودم نمیخوام جبران کنم، فرصتی است که برای شما ایجاد کرد. بعد از اون در آیه 2 تا 4 خدا خطاب به مؤمنان با عبارت یا ایها الذین آمنو شروع کرد که چرا شعار میدید تو میدان عمل جا خالی میدید. حمایت از دین حق در حد شعار نباید بمونه. خدا کسانی رو دوست داره که در صف واحد در راه او پیکار کنن، با دشمنان او بجنگن. نباید میدون رو خالی کنید. از سستی کردن در حمایت از حق خدا اعلام صریح نارضایتی کرد. کبر مقتا عند الله، خیلی برای من خشم آور شعار بی عمل. بعد اینجا که این توبیخ انجام شد اومد سراغ داستان و تاریخ یهود. 3 مقطع از تاریخ اینها رو برای ما بازگو کرد در آیه 5 تا 9. گفت اینا در عهد حضرت موسی علیه السلام نافرمانی کردند. نتیجه این شد که در عهد عیسی علیه السلام بالکل انکارش کردند، قبول نکردن ایشونو. و در عهد اسلام که از زمان پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شده تا امروز، در این عهدم در مقابل حق قرار گرفتن، تصمیم دارن دین خدا رو از بین ببرن، نور خدا رو با دهانهاشون خاموش کنن. این 3 مقطع از تاریخ یهود برای چی اومد اینجا؟ از یک طرف یه آینه عبرت جلوی روی ما گذاشت. خب ببین اگه شما امروز از پیغمبرتون در امر جهاد نافرمانی کنید، از ولی خدا در امر جهاد نافرمانی کنید، جا خالی بدید، شعار بدید و تو میدون نباشید، این فسقه، این نافرمانیه. اما این نافرمانی اینجا نمیمونه.
این تو مقطع بعدی میشه انکار حجت خدا، تو مقطع بعدش میشه دشمنی با حق، دشمنی با دین. انسان تبدیل میشه به دشمن تراز اول دین. پس یه آینه عبرتی جلوی روی ما گذاشت که ما پامونو جای پای صهیونیسم جهانی نذاریم. اینا هم یه روز معتقد به دین بودن و امروز دشمنان اصلی دینن. از سوی دیگر همین آیات 5 تا 9 دشمن شناسی هم بود. یعنی به ما معرفی کرد که آقا اگر ما به شما میگیم جهاد، این به خاطر توطئه توهم نیستا. فکر کنید خدا همینجوری دوست داره شما ها برید بجنگید. خب با کی؟ با چی؟ اصلا چرا بریم بجنگیم؟ دعوا سر چیه؟ میگه بابا دین خدا دشمنان قسم خورده ای داره که اینا بعد از 2 عقبه تاریخی نافرمانی و انکار حجت خدا حالا رسیدن به اینجایی که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. این در حالی که خدا تصمیم داره حق و حقیقت و نور رو در سراسر جهان گسترش بده، دین هدایت رو در کل جهان گسترش بده، پرتو توحید و عدالت بر کل جهان حاکم باشه. خدا دنبال اینه. پس جنگ تا رفع فتنه، جنگ تا وقتی که دشمن قسم خورده دیگه ناامید بشه، دست از کارزار برداره. پس این دشمن شناسی هم بود. آیات 5 تا 9 هم عبرت هم دشمن شناسی. یه چیزی بگم. بفرمایید. بعضیا میگن با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. من معنی این قسمت دومو نمیفهمم. دشمنی که دشمنیش ثابت شده چه مدارایی؟ مگه پیامبران ما، امامان ما تا زمانی که دشمن داشت دشمنی میکرد مگه ساکت مینشستن؟ اصلا معیار به نظر من خلوص ایمان، یقین، باور، دینداری اینه که تا وقتی که دشمن داری تو دشمنی میکنه تو ساکت نشینی، تو وسط میدون باشی، تو مسیر جهاد باشی، حالا با توانایی‌هایی که داری، با اون اختزاعاتی که هست. دیگه چه مدارایی با دشمن؟ دقیقاً. حالا من میگم بیایم این مثل رو یا این مصرع رو هرچه هست تو فرهنگ خودمون جایگزین کنیم با یه عبارت زیباتر. رحماء بینهم اشداء علی الکفار. بین همدیگه بله، ما مؤمنین با همدیگه، حالا همه مراتب ایمان یکی هم نیست، یکی ممکنه ایمانش خیلی جلوتره، یکی متوسطه، یکی ضعیفه، ولی همه در جامعه ایمانی هستیم. رحماء بینهم، با همدیگه مهربون باشیم، با همدیگه اهل رحمت باشیم. اما اشداء علی الکفار، این تابلوی زیبایی که در پایان سوره فتح خدا برای پیغمبر خدا و مؤمنان به ایشون ترسیم کرده تو آیه آخر سوره فتح، همین رحماء بینهم اشداء علی الکفار تراهم رکعا سجدا یبتغون الی آخر، خیلی خیلی بحث زیباییه. یکی از شاخصهای ایمان همین مسئله شدت و حدت داشتن با دشمنه. حالا اون مصرعی هم که اون شاعر بزرگوار سروده، ای بسا ناظر به دشمنی‌های فردی موردی در داخل باشه. نه من به نظرم اون مال وقتی است که دشمن به اسارت تو در آمده. آفرین. مثلا کاری که پیامبر میکرد، امیرالمومنین کردن، دیگران کردن، با این دشمنی که به دشمنی که قصد تسلط بر دشمنی که به اسارت تو در اومده، بله مدارا. حرف اون بنده خدا که شاعر گرانمایه است اینه. بسم الله. بله، بنابراین بعد از آیات 5 تا 9 که هم عبرت بود و هم دشمن شناسی بود، اومد در سیاق پایانی آیات 10 تا 14 دیگه اون در واقع هدف اصلی رو نشانه گرفت که بیایید اهل مجاهدت با مال و جان در راه خدا بشید و بالاتر از اون به مرتبه و مقام انصار اللهی برسید. بله. حالا من تو جمع‌بندی کل سوره رو اول به 2 دسته ستایی میخوام تقسیم کنم، بعدم یک دونه رأس براش در نظر بگیریم تو خود سوره. عاشق این تقسیم بندیات. دسته ستایی اولمون چیه؟ 3 تا یا ایها الذین آمنو ما تو سوره داریم. ببینید آیه 2 تا 4 با چی شروع شد؟ یا ایها الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون. چرا شعار میدید عمل؟ بعد آیه 9 آیه 10 مون چی بود؟ 10 تا 13 مون اون فراز اول سیاق 4. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یه پله اومد بالاتر. اولی میگه چرا کوتاهی میکنی، دومی میگه میخوای یه تجارت خوب بهت معرفی کنم. یعنی انگار الان که تصمیم گرفتی دست از کوتاهی و سستی برداری،
حالا پیشنهاد تجارت بهت میده، میخوای تجارت کنیم با هم. سومیش که تو آیه 14 بود، یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله. حالا ببینید از اون لما تقولون رسیدیم به انصار الله. از اونی که شعار میده و حاضر نیست به شعار خودش عمل کنه، رسیدیم به کسی که دیگه در راه خدا حتی چرتکه و ماشین حساب دستش نیست، منتها در سایه هدایت ولی خدا. هدایت ولی خدا. لذا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله. ولی خدا، ولی خدا ناصر یاور میطلبد، تو میگی لبیک. خیلی این ستایی اول. ستایی دوممون چی بود؟ اون 3 مرحله تاریخ صهیونیسم جهانی بود. مرحله اول اذ قال موسی لقومه، یادآوری تاریخی، عقبه تاریخی اول فسق و نافرمانی بنی اسرائیل در مقابل موسی. مرحله دوم و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، حضرت عیسی علیه السلام، یادآوری تاریخی. مرحله سوم یریدون لیطفئوا نور الله، امروز میخوان نور خدا رو خاموش کنن. ببینید ما بین 2 تا سگانه ایم. سگانه اول ترک سستی و تنبلی، گام اولش یا ایها الذین آمنوا. دومیش چیه؟ رغبت و اشتیاق به مجاهدت با مال و جان در راه خدا. سومیش چیه؟ رسیدن به مقام انصار اللهی. سگانه دوم چیه؟ فسق و نافرمانی، شعار دادن و عمل نکردن، ایذاء ولی خدا. لم تعذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم. این یکش. دوش چیه؟ انکار، حجت حق رو ببینی انکار کنی، خورشید رو ببینی بگی شبه. سومیش چیه؟ عناد، شمشیر از می بستن، دشمنی کردن. آقا 2 تا مسیر 3 مرحله‌ایه، چه کاره ای؟ کجا پا میذاری؟ اگر پا گذاشتی تو جاده قول بلافل، شعار بدون عمل، ادعای تو خالی و پوشالی، این اون سگانه دومه ها. بعدش انکار، بعدش دشمنی ها. خودت هم نکنی تو نسلت میاد. یه بار دیگه ببین، اگر پاتو گذاشتی تو جاده شعار تو خالی، خب از حمایت از دین حق ولی شعار تو خالی، یعنی الان به خودت اینجوری فکر نکن که باشه درست من در عمل نمیرم وسط میدان، اما همین که در کلامم مدافع حقم، طرفدار جبهه حقم، وضع من خیلی بهتر از اونیه که الان کاری نمیکنه یا مثلا در جبهه مقابله. اینو الان فکر نکن، الان اینجوریه، 2 روز دیگه 4 صبح دیگه تو به اونجا میکشی با این نوع. احسن، تو یک بنیانی را ایجاد میکنی، بنیادی را ایجاد میکنی که نسل‌های بعدی، طبقات بعدی، گاهی در زمان کوتاه گاهی در زمان بلند، این مسیر انحرافیه. از مسیر انحرافی برگردیم. و اینکه خب حالا اینجا شما قرار است که بیاید دین خدا را یاری بکنید. اصل سوره شد دعوت به انصار اللهی. اول سوره میاد سبحه، من البته نیاز ندارم. در واقع سبحه در رأس سوره صف قرار گرفته که بگه فرهنگ جهاد و شهادت را، فرهنگ جهاد و ایثار و مقاومت رو خدا با تأکید از بندگانش مطالبه میکنه، اما هشدار میده به بنده ها بابت جهاد، شهادت، ایثار، مقاومت، ایستادن، یار خدا شدن، جهاد با مال و جان، شما بدونید شما زیر دین منید، شما باید ممنون من باشید. خدا به بندگانش احتیاج نداره. نه اینکه فرصتی است که برای بندگان ایجاد کرد. من از شما تشکر، خیلی ممنون که کمک من کردید که من بتونم. آره من والا اینم رو در زمین محقق بکنم. من نمیتونستم والا. من خودم می‌دونم. نه این یه نعمتیه که برای شما در نظر گرفته شده. خیلی خوبه که این محاسبات هم به ما یادآوری میکنید. ما یه فاصله بگیریم و برگردیم و دیگه نیمه پایانی است که دیگه جنبندی نهایی رو داشته باشیم و از کلمات حضرت زهرا ان شاء الله استفاده خواهید کرد و استفاده میکنیم. در خدمتتون بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه حدود 7-8 دقیقه فاصله داریم تا جنبندی مباحث این 6 جلسه‌ای که در خدمت حاج آقای صبوری. میخوام در پایان مباحث مربوط به سوره مبارکه صف یه هشداری رو از حضرت زهرا سلام الله علیها برای خودم دریافت کنم. شما بیننده‌های عزیزم اگر دوست داشتید مخاطب هستید و شما میتونید برای خودتون این هشدار رو بشنوید. من فکر میکنم یکی از در واقع کلمات و بیانات بسیار تأمل برانگیز صدر اسلامه. مهاجران و انصار کسانی بودن که دیگه در یاری دین خدا کم نذاشتن.
مهاجران با گذشتن از مال و جان و خانه و کاشانه و موقعیت شغلی و مسکن و هر چه داشتن، خلاصه گذشتن، هجرت کردن، همه چیز را گذاشتن تو مکه، هجرت کردن به مدینه، اینجور دین خدا رو یاری کردن. انصار هم که همه جوره آغوش باز کردن به روی مهاجران، اونها رو با جان و دل برادرانه پذیرفتن، در کنار هم چه جهادها کردن و چه عظمتها که ایجاد کردن، چه توصیفهایی که قرآن کریم از این شخصیت ها داره. آدم دلش میسوزه. حالا من و شما امروز تاریخ دلمون میسوزه ببینیم حضرت زهرا که خودشون شاهد این مجاهدت ها و رشادت ها بودن، الان در اون شرایط سخت تاریخی چه بر قلب حضرت گذاشته. ایشون در یه بخشی از خطبه فدکیه رو میکنن به اینها، ثم رمت به طرفها نحو الانصار فقالت، با گوشه چشم رو به انصار میکنند و اینطور میفرمایند: یا معشر النقیبه و اعضاد المله و حضنت الاسلام، ای جماعت پاکیزه و نجیب. تعبیر پاکیزه و نجیب از حضرت زهرا برای یک جماعتی. ای بازوان آیین و شریعت، و ای کسانی که اسلام را حضانت کردید، در جوار حمایت خودتون باعث پرورش اسلام شدید. ما هذه الغمیزة فی حقی و السنة عن ظلامتی، چیه این چشم فرو بستن از حق ما؟ این چرت و غفلتی که شما رو گرفته در مقابل دیدگان شما در حق ما ظلم میشه چیه؟ اما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابی یقول المرء یحفظ فی ولده، آیا رسول خدا، پیغمبر خدا، پدرم نفرمود که حرمت هر کس در فرزندان او حفظ می‌گردد؟ سرعان ما احدثتم، چقدر به سرعت وضعیت جدیدی پدید آوردید. گفتیم بصیرت لازمه، این از جان گذشتگیه، این مجاهدت ها و رشادت ها بصیرت میخواد. و عجلان ذا احاله، چه با عجله بیرمق شدید. بعد در یه بخش دیگری از این خطبه اینطور ادامه میدن: تلبسکم الدعوه، دعوت من مثل لباسی شما را میپوشاند، یعنی طوری دعوت میکنم که همه دارید میشنوید. و تشملکم الخبره، این امتحانی که به خاطر وضعیت امروز جهان اسلام برای شما پدید اومده شامل حال شما هم هست، یعنی شما نمیتونید بگی من مسئول نیستم، شما مسئولید. و انتم ذو العدد والعدة والادات والقوه، شما کی هستید؟ شما کسانی که تعداد کافی دارید، نیرو دارید، ابزار لازم و توان لازم رو هم دارید. نمیتونید بگید ما میخواستیم نمیشد، امکانات نبود، عده و عده نداشتیم، نفرات نداشتیم، سلاح نداشتیم، همه چی دارید. و عندکم السلاح والجنه، هم سلاح دارید هم سپر. توافیکم الدعوه فلا تجیبون، صدای ما به شما میرسد و شما جواب نمیدهید. و تأتیکم الصرخه فلا تغیثون، فریاد ما به گوش شما میرسه، شما به فریاد ما نمیرسید، اغاثه نمی کنید. و انتم موصوفون بالکفاح، وقتی میخوان شماها رو معرفی کنن میگن جنگاوران بیباک. چی شدن اون جنگاوران بیباک؟ کجان؟ معروفون بالخیر و الصلاح، شماها رو میشناسن با دعوت به خیر و صلاح، شناخته شده هستید با اینا. و النخبة التي انتخبت، شما نخبگانی هستید که انتخاب شدید. و الخیرة التي اختیرت لنا اهل البیت، شما بهترین هایی هستید که برای ما اهل بیت انتخاب شدید، اختیار شدید. قاتلتم العرب و تحملتم الکد و التعب، شما همون هایی هستید که با مشرکان و بت پرستان قتال کردید، در این راه رنجها و خستگیها رو تحمل کردید. و ناطحتم الامم و کافحتم البهم، با امتها شاخ به شاخ شدید، با قدرتمندان و پهلوانان روبرو شدید، بینی اونها رو به خاک مالیدید. لا نبرح و تبرحون نأمرکم فتأتمرون، پیوسته چنین بودیم و چنین بودید که ما امر می کردیم و شما امر ما را اطاعت می کردید. حتی اذا دارت بنا رحل اسلام،
تا وقتی که سنگ آسیاب اسلام با محوریت ما اهل بیت به گردش در آمد و در حلب الایام، شیر روزگاران جاری شد و خضعت نعرت الشرک، نعرهای شرک به خاری کشیده شد و سکنت فورت الافک، و جوشش سخنان دروغ و ناروا آرام شد و خمدت نیران الکفر، شعله های آتش کفر فرو نشست و هدأت دعوت الهرج، دعوت به هرج و مرج آرام شد و استوثق نظام الدین، نظام دین پابرجا شد. فانا حرتم بعد البیان، پس چرا بعد از اینکه حق برای شما بیان و روشن شد حیران شدید؟ و اسررتم بعد الاعلان، چرا بعد از آن همه حمایت‌های علنی گرفتار محافظه کاری و پنهان کاری شدید؟ و نکستم بعد الاقدام، چرا بعد از آن که اقدام کرده بودید دوباره به عقب برگشتید؟ و اشرکتم بعد الایمان، چرا بعد از ایمان دوباره به شرک بازگشتید؟ بؤسا لقوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، آیه قرآن خوندن. و هموا به اخراج الرسول و هم بدؤوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. لعنت و نفرین باد بر قومی که سوگندهای خود را بعد از عهدی که داشتند شکستند و برای اخراج رسول همت خیش را به کار بستند و ایشان ابتدا با شما جنگیدند. آیا از ایشان میترسید؟ پس الله سزاوارتر است که از او بترسید اگر ایمان دارید. که البته بیانات حضرت ادامه داره. هشداری که من برای خودم استفاده می‌کنم اینه که تلنگر و هشدار، ما باید حواسمون جمع باشه. اگر هم حرکت کردیم در مسیر مجاهدت در راه خدا، خودمون خیلی ننازیم. هر لحظه زیر پای خودمون و جلوی پای خودمون رو ببینیم کجا ایستادیم، چه حرفی میزنیم، چه موضعی داریم. حالا باید یه جلسه باشه بشینیم با هم اینو ریشه یابی کنیم که چی میشه که توی این زمان اندک، حالا از زمان این هجرت پیامبر از مکه به مدینه تا زمان رحلتشون چند سال شد؟ از حدود 10 سال. حدود 10 سال. تو این 10 سال به مرور چه اتفاقی میفته که بعد از رحلت رسول خدا چقدر زود طرز چند روز همه چی فراموش میشه و این اتفاقات میفته؟ در واقع عقبش مال قبل تره. همین دیگه، عقبش به خاطر همین عرض کردم تو این 10 سال و حالا عقب ترش کسانی که موفق بودن در گذاشتن همه دارایی‌هاشون در مکه و اومدن اونجا و کسانی که پذیرای اینا بودن و همراهی کردن، چی میشه که این اتفاقش میفته؟ اینی باید ریشه یابی کنیم که ازش عبرت برای امروز بگیریم ان توی جلسه مفصل. خیلی ممنونم آقای صبوحی عزیز. خب همین دعای آقای صبوحی رو من در قالب 2 بیت هم بخونم، حرف دل هممون هم هست و بریم خداحافظی کنیم. گفت زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز جزا، پرونده ما به دست زهرا